اگر از 10 نفری که اسمارت مانی معامله میکنن، پرایس اکشن معامله میکنن یا هر سبک دیگه‌ای که توی بازار دارن استفاده میکنن سوال بپرسین که بهترین تایم فریم معاملاتی چیه، یا به شما میگن 1 دقیقه یا 5 دقیقه 15 دقیقه یا ترکیبای این شکلی میگن و هیچ نقطه مشترکی توی این صحبت ندارن که کدوم تایم فریم بهترین تایم فریم. امروز می‌خوایم این بحث تایم فریم ها رو با هم دیگه باز بکنیم و از جنبه‌های مختلف شکاف بکنیم تا متوجه بشم منی که دارم این ویدیو رو می‌بینم که کدوم تایم فریم برای معامله کردن و تحلیل کردن برای من مناسب تره. درود بر شما، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب مقدمه فیکس. همونطور که گفتیم امروز می‌خوایم راجع به بحث مهم و شیرین تایم فریم ها با هم دیگه صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی ممنون میشم اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنیم و قبل از ویدیو ما رو لایک بکنیم تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه و اونها هم بتونن از مطالبی که ما براتون منتشر میکنیم استفاده بکنن. خب بریم سراغ بحث تایم فریم ها. به نظر من 2 تا مقوله راجع به بحث تایم فریم معاملاتی ما داریم که همین اول بازش بکنم، بعد بریم سراغ این که چطوری باید این رو بهش نگاه بکنیم. یک نظریه‌ای که حالا از نظر من وجود داره بحث اینه که هیچ تایم فریم برتر بازار نیست. یعنی شما بسته به سبک معاملاتی، بسته به حالا یک سری از افراد قدیم میگفتن نمیدونم تایپ شخصیتیت فلانه باید تایم پایین معامله کنید، اینا رو من کار ندارم، اینا از نظر من درست نیست و اینجوری بهش نگاه میکردن که سبک معاملاتی اینجوریه، نمیدونم تایم فریم خودتو باید پیدا بکنی فلان بکنی. این چیز اشتباهی نیست، نمیگم 100% غلطه. هر سبک معاملاتی ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه. فرضاً یک سری از سبک‌های معاملاتی که اسکلپی باشن یا حالا با نمیدونم ترنت‌ها کار بکنه، با اندیکاتورها و اسیلاتورها کار بکنه، اینها شاید تایم فریم پایین‌تر بهتر جواب بگیری. شاید یه سری دیگه مولتی تایم باید کار بکنی که جواب بهتری بگیری. پس این هم 100% غلط نیست که هیچ تایم فریمی بهتری وجود نداره، هیچ تایم فریم خفن‌تری وجود نداره. اما یک دیدگاه دیگه هم وجود داره که این هم از نظر من کاملا درسته و این حالا به نظر خود من درست‌تر هست با شرایطی. اون هم اینه که با توجه به نوع بازار، مثلا ما اگر الان داریم بحث بازار فارکس رو میکنیم، با توجه به این نوع بازار یک سری تایم فریم ها ارزش خیلی بالاتری برای ما خواهند داشت. چرا حالا میگم به نسبت نوع بازار؟ به خاطر بحث نقدینگی فعال توی این بازاره. این پولی که داره توی این بازار مثلا فارکس میچرخه خب متفاوته با میزان پولی که با بازار بورس آمریکا داره میچرخه، با بورس ایران میچرخه، با طلای داخلی ایران میچرخه. حالا طلای داخلی که بحثش خورده متفاوته چون یه جوری بازار مشتق شده از دلار ریال و اونس جهانی، حالا با اون کار نداریم خیلی، یا مثلا نقدینگی که داخل کریپتو میچرخه. اینها با هم متفاوتن، ورود و خروج پول هاشون فرق میکنه. شما حرکتی که فرضاً توی 4 ساعته یورو دلار داری میبینی، حالا خود این هم میتونه باز متفاوت باشه با یه جفت ارز دیگه مثلا مثل AUD JPY تا یه حد زیادی. این حرکتی که فرضاً داری روی یورو USD میبینی به نسبت حرکتی که داری توی بیت کوین میبینی ممکنه متفاوت باشه و این تفاوت رو توی بحث در واقع نقدینگی ما میتونیم که چیکار بکنیم؟ متوجه بشیم. یعنی نقدینگی که داخل این بازارهای متفاوت وجود داره میتونه تاثیرگذار باشه. حالا من چون خودم بیشتر فارکس معامله میکنم، کریپتو رو در حد تحلیل صرفا بهش نگاه میکنم یا هولد بلند مدت سرمایه گذاری، تایم فریم های بالاترم رو اصلا ندارم روی واچ لیستم، روی قسمتی که حالا به صورت دیفالتیو تایم فریم هام نشون میده اصلا اضافه نکردم دیلیم رو و بخوام نگاه بکنم بیام اینجا. اون حرکتی که ما توی 4 ساعته یورو دلار داشتیم میدیدیم میایم تو دیلی هوتو بیت کوین میبینیم. ممکنه توی 4 ساعته یا 1 ساعته حتی بیت هم دوباره این داستان رو ببینیم، ولی اینو میخوام بهتون بگم که داستانه یه خورده متفاوته، داستانه یه خورده فرق داره. فرقه توی چیه؟ فرقه توی اون بحث چرخش و گردش پولی هستش که باز کردیم.
نقدینگی این بازارها متفاوته، ورود و خروج پول فرق میکنه. پس یک سری تایم فریم ها توی یک سری بازارها ارزش بالاتری رو پیدا میکنن. حالا اول این بحث اولیمون رو باز بکنیم که هیچ تایم فریمی مناسب تر نیست. این رو اگر بیایم بخوایم بهش نگاه بکنیم، شما من این قسمت رو اینجا رو که گفتیم یک سری تایم فریم ها بهترن، این رو حالا ادامه ویدیو میگیریم تا آخر ویدیو صحبتش رو تموم میکنیم که چیکار باید بکنین شما به عنوان یک تریدر مخصوصا مبتدی. خیلی بهتون توی سودآوری کمک میکنه که اگر این ترتیب رو درست رعایت بکنین، چراش رو هم بهتون میگم. این رو حالا جلوتر باز میکنیم. ولی بحث اصلی که وجود داره این هستش که میگن هیچ تایم فریمی بهترین تایم فریم نیست. این رو باز بکنیم. این رو دوباره یادم رفت، این رو بیشتر ما برای کیا میگیم؟ برای اسمارت مانی کارها، RTM کارها، ICT کارها، وایکوف کارها، پرایس اکشن کارها. پرایس اکشن که میگم پرایس اکشن درست حسابی یا نه 4 تا کانال و نمیدونم فلان و عینا بکشی، اینو کار ندارم. حالا شاید تو این هم جواب بده، من چون معامله نمیکنم و تست نکردم این رو کار نداریم باشه. ولی بیشتر منظورم اون اصل مدل حرکتی بازاره که ما حالا به شیوه وایکوفی میشناسیمش یا به شیوه اسمارت مانی میشناسیمش. پس این مدل دومه بیشتر برای اینجا مناسبه برای من. حالا توی قسمت اولی که گفتیم هیچ تایم فریمی برتر نیست، اینجا بریم بحثش رو باز بکنیم که اصلا یعنی چی. ببین یک سری سبک‌ها مثلا مثل اوسیلاتور تریدینگ ها، نمیدونم ایندیکیتور تریدینگ ها، اینها بسته به تایم فریم کلا ذات و فرمتشون ممکنه عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی شما یه دونه نمیدونم مووینگ اوریج بندازی روش با یه تنظیمات خاصی، ممکنه اصلا فرمت معاملاتی عوض بشه. معامله‌ای که تا الان می‌خواستی بایی بگیری یهو سل بشه، کلا ستاپ معاملاتی تغییر بکنه، استاپ لاست بزرگتر بشه یا کوچیک‌تر بشه، تیپیت متفاوت‌تر بشه، ریوارد بریسکت به هم بریزه، وین ریتت فرق بکنه. پس همه اینها توی این قضیه تاثیرگذار هستن. پس اینکه کدوم تایم فریم برای من مناسبه، اگر جزو این گروه نیستید که احتمال زیاد اکثرتون جزو این گروه هستید، توی این تایمی که ما داریم صحبت میکنیم اکثریت معامله‌گرهایی که من میشناسم دارن با این روش ها، با این 4 تا سبک اصلی کار میکنن، با این 4 تا سبکی که بازار رو به اصطلاح داره میخونه کار میکنن. ولی اگر جزو اینها نیستید یا ربات اصلا طراحی میکنید یا هر کار دیگه‌ای که دارید انجام میدید و توی این قسمت هستین، شما خودتون باید بیاین این رو کشف بکنید که کدوم تایم فریم برای شما مناسب تره، یا اصلا باید تک تایم فریم باشین، مولتی تایم فریم بیاین چک بکنین بازار رو و این به عهده خودتونه. یعنی دنبال این نباشید که یکی بیاد بهتون بگه که کدوم تایم فریم برای من مناسبه. بعد بریم بک تست بزنین، بعد بریم فوروارد تست بزنید، اینجا جا گذاشتیم، یه فوروارد تست بزنید و برید ببینید که کدوم یکی از این تایم فریم ها با توجه به اون مدلی که شما به بازار نگاه میکنید براتون مناسب تره. شاید یک سری سبکا میگم 1 دقیقه براشون بهتر باشه، یه سری 1:15 بهتر باشه، یه سری حتی ممکنه این رابطه فرکتالیشون بین 1 دقیقه و 1 ساعته سویچ بشه، شاید این براشون مناسب تر باشه و فرق داره دیگه. هر کدوم رو شما باید بریم ببینید که برای سبک معاملاتی شما کدومش مناسب تر هستش. پس این بحث قسمت اولمون، بریم سراغ قسمت بحث دوممون که گفتم بیشتر این رو من قرار هستش که راجع بهش صحبت بکنم و موضوع خیلی مهمتریه. همونطور که گفتم توی بازارهای متفاوت به نسبت اون نقدینگی که وجود داره، این ترتیب تایم فریمی چیدن برای ما مهمتر میشه. به عنوان مثال تایم فریمی که من به شدت پیشنهاد میکنم برای بچه‌ها، مخصوصا بچه‌های تازه وارد استفاده بکنن، ترکیب تایم فریمی 4 ساعت، 1 ساعته و 15 دقیقه هستش. حالا برای دابل تریگر، برای کوچکتر کردن استاپ لاسشون، بالا بردن ریواردشون، میتونن این رو داخل 5 دقیقه هم برن، نه اینکه فقط داخل 5 دقیقه برن، داخل 5 دقیقه هم برن و چک بکنن توی اون تایم فریم هم.
این بهترین ترکیب تایم فریمیه که برای یک شخص تازه وارد مخصوصاً توی بازار فارکس بهتره که استفاده بشه. حالا این چرا بهتره که استفاده بشه نکته داره، چون اصولا افراد تازه وارد، حالا میگم یک سری هم این اشتباه رو تو دل مردم انداختن، تو مغز مردم انداختن که تو اگر نمیدونم تایپ شخصیتت IST فلانه، نمیدونم اینجوریه ISTX ITGP نمیدونم JPG PDF فلانه، بعد فلان تایم فریم رو انتخاب بکنی. تایپ شخصیتی ما یک چیز، نمیگم این 100% اشتباهه، باز تایپ شخصیتی انسان ها یک چیز پویاست. شما الان شاید INTP باشی، 2 هفته بعد نمیدونم UFCK باشی، یه همچین چیزی داشته باشیم، تفاوت رو ممکنه داشته باشیم. ما آدمی هستیم که الان حالمون خوبه، 10 دقیقه بعد ممکنه یه آدم دیگه باشیم. من امروز صبح که از خواب بیدار میشم، با توجه به اون اتفاقی که امروز صبح برا من افتاده، ممکنه اخلاقم با دیروز 1000 درجه فرق بکنه. پس اینکه ما بیایم بگیم چون تایپ شخصیتیم فلان بهتره فلان تایم فریم رو استفاده کنم، چیز 100% درستی نیست. شاید 10% تاثیرگذار باشه، ولی تو به عنوان یک تریدر که دیسیپلین داره و سعی باید بکنه که نظم رو درست اجرا بکنه، نگاه کنید دارم میگم سعی بکنه که درست اجرا بکنه، منظم باشه، به عنوان این شخص خیلی نباید به تایپ شخصیتی اهمیت بدی. این چیزیه که شاید من خودم هم تا پارسال تا 2 سال پیش نمیدونستم، ولی الان دارم این حرف رو میزنم، چون این برام اثبات شده توی 1-2 سال گذشته. بچه‌ای که با خود ما کار میکنن، اصلا این ویدیو رو قرار بود بگیرم برای یکی از آپدیت های دوره بیگ مانی، دوره منتورشیپ بیگ مانی، ولی گفتم خب کامل بذارم تو یوتیوب همه بچه‌ها استفاده بکنن، چون موضوع خیلی مهمیه، میتونه به خیلی از شمایی که تازه کار هستین کمک زیادی بکنه. اون هم بحث انتخاب تایم فریم. به عنوان مبتدی میگم این فرمت تایم فریمی برای شما توی بازار فارکس بهتره. همین رو اگر میریم تو کریپتو، هر کدوم اینا یه پله میره بالاتر. این 4 ساعته میشه دیلی، یه بزرگ بنویسین دیلی 4 ساعت، و حالا میتونید اصلا 1 ساعت هم دیگه نگاه نکنین، 15 دقیقه باشه، یا 1 ساعته و 15 رو با هم برای ورود چک بکنین. به این شکل توی بازار کریپتو این فرمت بهتریه برای شخص تازه کار. چرا؟ چون تایم فریم های پایین پر از نویز هستن، پر از اذیت هستن برای تریدر تازه کار. مثلا توی بازار فارکس اکثر اسمارت مانی ترپ ها، هاند شدن نقدینگی ها توی تایم فریم پایین تره. شاید بگی من که اینا رو اصلا رفتم یاد گرفتم که بیام از اینها استفاده بکنم، نمیدونم تله نقدینگی و فلان و اینها رو بیام بتونم ازش استفاده بکنم و معامله بکنم. ولی این حرفیه که شما تو ذهنت داری میزنی به عنوان یک شخصی که تازه شروع کرده. وقتی شما بیای تایم فریم پایین تر، از این نقطه‌ای که فرضاً شما میخوای معامله بگیری 10 تا ساعت داری، فرضاً قیمت اینجاست، تو میخواد بیای پایین بای بگیری، پوزیشن لانگ بگیری، 10 تا ساعت داری، خیلی باید شانس بیاری. همه اینها ساعت‌های مهمی هستن که دارم مشخص میکنم و همینطوری ساعت مشخص نمیکنم، این ساعت مهمه، اینجا مهمه، اینجا هم مهم. تا قبل اینکه بیاد به اون ساعت اسید واکنش بده، یه بار اینجا ورود میگیری، تایم پایین میری 15 ثانیه، نمیدونم چنج اف کاراکتر فلان تریگر لاین، و میگی که من اوکی بای میگیرم، استاپتو میزنه، میای پایین تر دوباره این کار رو انجام میدی، دوباره استاپتو میزنه، دوباره میای ورود میگیری، میاد بالا ریسک فری میکنی، میاد استاپتو میزنه، چهارمی نمیگیری، میگی خب آقا این دیگه چنج اف کاراکتر اینو داد، الان اومده بالا، پس من سل میگیرم، دوباره سل میگیری. اگر حالا مثلا به قولی باهوش باشی که اینو دیده باشی فهمیده باشی، دوباره میای اینجا استاپ میخوری، در صورتی که معامله اصلی اصلا این حرکت بزرگه بود. و چون تو داری توی تایم فریم اشتباهی به این قضیه نگاه میکنی، چون درگیر این نویزه میشی، درگیر این حرکت‌های ریز مارکت میشی، گم میشی توی این قضیه. باز هم میگم این چیز 100% نیست، شاید اصلا یک سری از سبک‌های معاملاتی این شکلی باشه که روی این تایم فریم ها بهتر جواب بدن. من اینو نمیگم چیز غلطیه، ولی این شکلی اگر بیای بهش نگاه بکنی، فرضاً بیای
سطوح معاملاتیت رو بکنی 4 ساعت 15 دقیقه 1 ساعت 15 دقیقه، یه دونه سطح کلی داری، اینور دوباره مثلا یه دونه سطح کلی داری و به نسبت این یه دونه سطح، حالا توی تایم پایین ترش هم بیا اینو دقیق تر میکنی فلان میکنی، به نسبت این میای معاملات رو میگیری. اینجا فرضاً دوباره یه دونه سطح اصلی داری، تعدادشون کمتره و هی دوچار این داستان استاپ بخوره فلان بشه، این داستان نمیشه. قیمت میاد به محدودیت میرسه، تو تایم فریم 15 دقیقه 5 دقیقه چنج اف کاراکتر تو که دیدی، حالا این رو میگم تو 5 دقیقه هم میتونیم ببرین برای دابل تریگر کردن جاهایی که چنج اف کاراکتر واضحی ندارین. یه دونه رسید به محدودیت می مشخص میکنی، ببینی کدوم سطح چنج اف کاراکتر اصلیه تو مشخص میکنی و بعد از اینکه چنج اف کاراکتر رو داد میای یه دونه اوردرت رو ست میکنی یا با اولین کندل مناسبت میای وارد معامله میشه، استاپت هم میذاری این پشت، ورودت رو میگیری تا جایی که دوباره از این سمت میخواد بهت ورود بده، حالا یا این محدوده است یا اینجاست، یا اصلا میتونی چند بار این محدوده ها رو ترید بکنی و شاید باورتون نشه اگر این فرمتی که دارم بهتون میگم رو درست اجرا بکنید کلی تأثیر میذاره توی معاملاتتون. این رو چرا دارم بهتون میگم؟ چون ما چند تا از بچه‌ای که با ما کار میکردن شاید بیشتر از 2 سال بود که سودده نمیشدن و من رفتم نگاه کردم دیدم نقطه مشترک همه اینها اینه که دارن تایم فریم 1 دقیقه ورود میگیرن. چیکار کردم؟ بهشون گفتم تایم فریمتون رو بیاریم بالا و توی 1 هفته یکی از بچه‌ها مثلا اکانت $20 رو میکرد 200 تا، 10 برابر رشد میداد اکانت رو، اکانت $30 رو میکرد $400، دوباره برداشت میزد دوباره همینطور. یعنی حتی با حجم سنگین‌تر هم کار میکردن که میگم $20 رو میکرد 200 تا، ریسکش هم بالا میبرد که حالا این خودش یه داستان متفاوتیه که چجور باید این کار رو انجام بدیم. اگر اشتباه نکنم توی یکی از ویدیوهای قدیم چطور با حساب‌های کوچیک کار بکنیم اون رو هم توضیح دادم یه کوچولو. و بحثم سر اینه که این رو ما تست کردیم و نتیجهش رو گرفتیم که چطور این قضیه تاثیرگذاره. یعنی شما حتی اگر بخوای اسکلپ بکنی هم دیگه تایم فریم پیدا کردن ساعت تو نباید بری زیر 1 ساعته. این سطوحی که میخوای مشخص بکنی، حالا چه والیوم پروفایلیه، چه محدوده هایی هستش که محدوده‌ای که مثلا داریم میبینیم بحث بلاک هایی که روی FVG قرار میگیرن باشه، چه خود محدوده های BSH هایی باشه که ما توی دورهای قبلیمون توضیح دادیم، هر کدوم از اینها باشه دیگه نباید زیر 4 ساعته بره. حالا مثلا ما یک تقریبا میشه گفت یک بریکر بلاکی رو اینجا داشتیم، یک محدوده‌ای بوده که قیمت اومده شارپ ردش کرده و این ور اومده بهش واکنش نشون داده. تو اگر این رو بخوای بری تو تایم فریم پایین ترش مشخص بکنی، دوچار یک سری توهمات میشی، ابهامات میشی و اذیت ها میشی. ناکن الان شما اینجا بیای چنج اف کاراکتر رو بخوای بگیری، این کف رو به عنوان چنج اف کاراکتر در نظر میگیری توی تایم فریم 15 دقیقه. حالا 5 دقیقه هم احتمالاً همینه چون من حرکت نویزی اینجا نمیبینم، پول بکی نمیبینم. این میشه چنج اف کاراکتر تو. این رو که زد شما میای اینجا اوردر تو میذاری، استاپ هم قرار باشه بخوری 1 بار میخوری، 2 بار میخوری، 10 بار استاپ نمیخوری سر یک محدوده. ورودتو میگیری، پوزیشنتو میذاری، باز میمونه. یه سری میگن ما صبر نداریم، چیکار کنیم؟ تمرین کنید صبرتون زیاد بشه. اگر میخواید تو این بازار دووم بیارید، تمرین بکنید صبرتون زیاد بشه. و نکته دیگه که این تایم فریم های بالا استفاده کردن داره برای شما چیه؟ این هستش که اوور ترید رو جلوش رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی داری توی تایم فریم 1 دقیقه معامله میگیری، مثلا مثالی که اینجا زدم براتون، 10 بار اینجا میاد بهت ورود میده، تو جا داری باز 2 دقیقه بعد جا داری ورود بگیری، هی دوباره میزنی، هی دوباره میزنی، هی دوباره میزنی. یهو نگاه میکنی میبینی 10 تا حساب، 5 تا حساب، 6 تا حساب پشت هم خوردی. یا مثلا اینجا فرضاً میخوای بای بگیری توی این محدوده، میگی اوکی نمیدونم این چنج اف کاراکتر، فرضاً حالا کاری ندارم که اصلا این اشتباه این مدل بررسی کردن، حالا فرض بگیریم که شما اینجوری در نظر گرفتی، میاد میرسه به اینجا، بای میگیری، استاپ میخوری، دوباره میگی الان دیگه میخواد بره بالا، بای میگیری، استاپ میخوری، بعد دوباره میگی اوکی این کفو زد، پس ساختارم نزولی، میام اینجا سل میگیرم، دوباره سل میگیری، استاپ میخوری. اینجوری میاد گولت میزنه مارکت. بعد حالا یه عده میان پست میسازن که نه بازار به $100 من کار نداره، بازار استاپ هانت نداره، اینا همش توهمه.
بازار با $100 من کاری نداره، واقعا به یه ورش هم نیست، ولی میلیون ها از این $100 چرا ممکنه کار داشته باشه؟ به میلیون ها از این 500 ملات هایی که شما میزنی و این لوریجی هم خورده روش، با این خیلی کار داره. تازه اگر فرض بگیریم که حسابت ای بوک یا ای بی بوک باشه. و این داستانیه که به شما کمک خواهد کرد. حالا باز میگم این تایم فریم 4 ساعت، 1 ساعت 15 دقیقه و برای دابل تریگر 5 دقیقه میتونه براتون کمک کننده باشه. توی بازار کریپتو این فرمت رو گفتیم میتونیم بیاریم تایم فریم بالاتر، فرقی هم نمیکنه حالا آنچنان توی نمادهای اصلی کریپتو رو وقتی شما داری معامله میکنیم، مثلا بیت کوین و اتریوم و لایت و سولانا و فلان و بی ام بی و توی این نمادهای اصلیش این فرمت برقراره. این فرمتی که برای تایم فریم فرضاً دیلی 4 ساعت 1 ساعت 15 دقیقه یا دیلی 1 ساعت 15 دقیقه است برقراره. حالا ما توی این تایم فریم ها چه کاری رو باید انجام بدیم؟ این هم نکته مهمیه که فرضاً حالا چه جدول بکشم براش خورده توضیحش برای من راحت تر باشه، درکش هم برای شما راحت تر باشه. اینجا نمادهای تایم فریم ها رو داریم میبینیم و اینجا کاری که باید توی قسمت پایین انجام بدیم رو خواهیم دید. بیارم بالاتر، جدول براش رسم بکنیم. وظیفه ما، کار ما، ورکی که باید انجام بدیم چی هستش توی تایم فریمه. حالا میگم برای من فارکس رو دارم مینویسم، شما برای کریپتو هم به همین نسبتی که گفتم میتونین این رو تقلیلش بدین. تو تایم فریم 4 ساعته، تایم فریم 1 ساعته و تایم فریم 15 دقیقه و 5 دقیقه. به این شکل این جدولیه که ما داریم. حالا وظیفه ما چیه توی هر کدوم از اینها؟ توی تایم فریم 4 ساعته من باید استراکچرم رو مشخص بکنم و یه کوچولو حواسم به پی او آی هام باشه، سطوح معاملاتیم باشه، پوینت آف اینترست هم باشه، نقطه‌ای که میتونه قیمت رو برگردونه، یا ای او آی ایریا آف اینترست هم باشه، جاهایی که میتونه قیمت هم رو برگردونه، زون‌های معاملاتی باشه. به زبان‌های مختلف میگم بچه‌ای که فقط یک سبک رو کار کردن گیج نشن که راجع به چی داریم حرف میزنیم. ساختار یا همون روند تایم بالام رو بیام مشخص بکنم و یه کوچولو به سطوح نگاهی داشته باشم. فرضاً حالا تو بیت کوین این خیلی درست نیست این کاری که داریم انجام میدیم. فرضاً تو تایم فریم 4 ساعته بیام نگاه بکنم ببینم اینجا مثلا اگر استراکچر به سمت بالا شکست، یک پول بکی زد، پس من ساختارم الان صعودی، اینجوری بهش نگاه بکنم. یه کوچولو بیام محدوده های معاملاتی که دارم رو فرضاً اینجا مشخص بکنم. حالا من چون توی دیلی هم دارم برای 4 ساعت انجام میدم، کار جالبی نیست. البته اینجا توی دیلی میتونیم استراکچر رو همین شکلی درست کنیم دیگه، اصلا این نکته نبود که فرضاً من الان کجا رو میتونم به عنوان چنج اف کاراکتر داشته باشم؟ این بالا رو. تا این سقف برای من زده نشه توی دیلیم، من هنوز ساختار رو نزولی میبینم روی بیت کوین. این کف رو که زد، من انتظار یک حرکت پول بکی دارم تو دل گره قبلی یا بعد از هانت گره قبلی که بعدش بگم که قیمت دوباره میخواد بریزه، یا حالا ممکن از همینجا باشه این پول بک با توجه به اتفاقاتی که توی این محدوده میخواد بیفته. پس توی تایم فریم دیلی من این کار رو میام انجام میدم، ساختار رو مشخص میکنم و یه کوچولو هم محدوده های معاملاتیم رو یه نیم نگاهی هم بهش خواهم داشت. این شکلی میام محدوده هام رو مشخص میکنم، ببینم قیمت از کجاها ممکنه برگرده، اوردر بلاک هام مشخص میکنم، زون های معاملاتیم رو، نمیدونم بیریکر بلاک هام رو، هر چیزی که هستش. حالا با هر سبکی که دارین نگاه میکنین، حمایت مقاومت مال شما، نمیدونم هر چیزی که هست، با همون میاین این کار رو انجام میدین. پس این میشه تایم فریم بالای من. UT هم بهش میگیم upper time frame یا bigger time frame BT. به تایم وسط middle time frame میگیم، تایم میانی. middle time frame و lower time frame LTF. اینجوری هم حالا دسته بندی میشه اگر اینها رو جای دیدید.
تعجب نکنید که این چیه نوشته. میدل تایم فریم ما یا تایم میانی ما چیکار باید انجام بدیم؟ من اینجا باید بیام تحلیلم رو انجام بدم. آنالیز قیمت من توی تایم فریم میانیه. یه کوچولو هم میتونید نیم نگاهی توی 15 دقیقه بهش بکنید برای این داستان. فرضاً حالا این تو کریپتو بیشتر کاربردی، توی 4 ساعت و 1 ساعت باید تحلیلتون رو انجام بدین. فرق تحلیل با استراکچر چیه؟ من الان اینجا گفتم که توی تایم فریم 4 ساعته یا توی بیت کوین مثلا دیلی میام استراکچرم رو مشخص میکنم. یه تفاوتی هست بین حالا ایرانی ها اکثرا به TM میشناسیم این حرکت رو، این حرکت این شکلی رو، حالا دایموند بعضیا بهش میگن، اسمای مختلفی میتونن روش بذارن. اینجا وقتی میاد قیمت محدوده بالای ما رو بی او میکنه، بریک اوت اف استراکچر میکنه، بی او اس میکنه، نمیدونم اس ام اس میکنه، اس ام اچ میکنه، هر چیزی که اسمش رو شما میذارین. وقتی همچین اتفاقی برای قیمت میفته، شما میگین که اوکی استراکچر صعودیه، پس من منتظر یک بای هستم، قیمت بیاد اینجا من بای بگیرم. این میشه استراکچر شما. وقتی بیاد این رو هم بزنه میگین اوکی قیمت نزولی شد، پس من میام سل بگیرم، این برگرده اینجا من سل میکنم، شورت میگیرم، حالا هر چیزی که اسمشو میذاریم. این دیدگاه میشه استراکچری. تحلیل میاد چی رو میگه؟ وقتی شما یک تایم فریم بریم پایین‌تر و گاهن حالا تو همین تایم استراکچر هم میشه بهش نگاه کرد، این هستش که ببینی کجا ممکنه این تی ام بشه، یعنی کجا ممکنه این رو که زد نریزه بره بالا، یا کجا ممکنه این چاک رو که زد بیاد از اینجا بریزه بره پایین. این ببین این کلا فرمت ساختار حرکتی قیمت توی کل بازارهای مالی. این چیزی که داریم میبینین، این کل تحلیلیه که شما میتونین ببینین. قیمت یا چاک میشه ریجکت میشه، یا چاک میشه فیل میشه. هیچ حالتی تقریبا میشه گفت جدای از این نداریم. یا چاک میشه فیل میشه میره بالا، تی ام میشه تبدیل به حالا تریگرمن میشه، چیزی که ما ایرانی ها بهش میگیم، گفتم اسمای مختلفی میتونه داشته باشه. یا میاد چاک میده فیل نمیشه میریزه پایین. این کل قیمته، این کل قیمت همینه. استراکچر هر جور بخوای بهش نگاه بکنی خارج از این نمیتونی نگاه بکنی، همینه. حالا اینکه کجا قراره این اتفاق بیفته، کجا قراره این اتفاق بیفته رو تو با این آنالیز قراره کامل نمی نویسم چون جا نداریم، با این آنالیز قرار بهش برسی. حالا توی هر سبک معاملاتی این فرق داره که من چجوری باید آنالیز بکنم. شاید باورتون نشه ولی یک سری سبک‌های معاملاتی اصلا این قسمت آنالیز رو ندارند، اصلا نمیدونن چجوری باید به قیمت نگاه بکنن. آیا من باید این رو با توجه به یک سطحی تشخیص بدم، اینجا بخوره به سطحی مثلا میره بالا، یا این بخوره به سطحی میره بالا، یا قیمت بیاد اینجا چنج آف کاراکتر بده حتما میره بالا، یا چجوری باید اصلا به این نگاه بکنم؟ آیا اینجا یه حمایت مقاومتی از این پشت باشه این میره بالا، اگه این بیاد حمایت مقاومت رو فرضاً بشکونه ممکنه بیاد بریزه، اگه نشکونه میره بالا، یا همچین چیزی ممکنه داشته باشه. اینا نکته داره توش دارم میگم بهتون. ولی کلا این خیلی از سبکا اصلا این داستان رو هم ندارن که چه جوری بهش نگاه بکنیم. و این یه جورایی میشه گفت دست برتری تحلیلگره، معامله‌گر نه. معامله‌گر دست برترش توی مدیریت پول و سرمایه‌اش، به تحلیلگر توی این چیزها دست برتر خودشون نشون میده. من کسایی رو میشناسم که تحلیل میکنن 10 تا شاید 2 تاش درست در نیاد، ولی از همون 10 تایی که 2 تاش درست در نیومده کلی پول در میارن. تحلیلگرم میشناسم 10 تا تحلیل میکنه 10 تاش مو به مو درست در میاد، مثل چیزی که حالا ما تقریبا میشه گفت برای بچه‌ها توی کانال تحلیل میذاریم، مثلا 10 تایی که میذاریم 8 تا 9 تاش راحت عین همون در میاد، مثلا که حالا توی استوری های احتمالاً دیدین، توی پیج دیدین، یا بچه‌ای که توی کانال تحلیل هستن میدونن چی میگم. ولی خیلی از آدم ها ممکنه این تحلیل رو داشته باشن، یا حالا یکی دیگه براشون تحلیل بکنه، یا خودشون اصلا تحلیل بکنن، 10 از 10 9 از 10 درست باشه، یا 9 از 10 درست باشه، ولی حتی نتونن سود بکنن از این 10 تا تحلیل. همه رو هم وارد معامله شده باشن ولی نتونن مدیریت سرمایه بکنن، نتونن خوب مدیریت بکنن پوزیشنشون رو. پس این تحلیل هم مهمه، این داستان مدیریت سرمایه و اینها هم مهمه.
پس اصلی ترین کاری که من اینجا باید انجام بدم آنالیز قیمته و دوباره AOI ها Area of Interest ها، محدوده هایی که قیمت ممکنه ازش ریجکت بشه رو بیام در بیارم از تو میدل تایم فریم. میدل تایم فریم من وظیفهش این هست، من باید این کار رو توی میدل تایم فریم انجام بدم. نکته بعدی ما میشه تایم فریم 15 دقیقه 5 دقیقه. کلا تایم فریم 15 دقیقه و 5 دقیقه ما گفتیم یه کوچولو میتونیم دوباره بین بحث آنالیز رو داشته باشیم اگر درست نوشته باشم، و بحث تریگرهای معاملاتی ما که چه اتفاقی بیفته من وارد معامله باید بشم. این میشه تایم فریم 15 دقیقه و 5 دقیقه من. حالا که من این تحلیل رو هم انجام دادم، یه تایم فریم میرم پایین ترش، اینجا میام محدوده های معاملاتیم رو بررسی میکنم، چنج اف کاراکترم و داد شرایطی که برای من داشت مهیا شد، وارد معامله میشم. این شد کلیت قضیه تایم فریمی من. منتها میگم این ترکیبی که من دارم میگم بیشتر برای اسمارت مانی کارها و پرایس اکشن کارها و این مدل از سبک‌های معاملاتیه. توی سبک‌های دیگه ممکنه این داستان متفاوت بشه. شاید اصلا شما به 4 تا تایم فریم نیاز داشته باشی، شاید به 3 تا داشته باشی، شاید به 2 تا داشته باشی، شاید اصلا سبک شما تک تایم فریمیه. حالا تک تایم فریمی که به خاطر فرکتالی بودن بازارهای مالی خیلی شاید جوابگو نباشه. حتی اگر شما تک تایم فریمی هم نگاه بکنی، یه جورایی در اصل حواست به تایم فریم های دیگه بوده که الان موفقی. در غیر این صورت باشه از یه جایی به بعد این سیستم قراره به بعد ضرردهی بخوره یا بحثای این شکلی. این هم از ویدیوی امروز ما. مطالب به شدت مهم و ارزشمندیه، بحث تعریف از خود نیست، تجربه است، چیزاییه که ما با افراد زیادی صحبت کردیم، بررسی کردیم معاملاتشون رو که به این نتیجه رسیدیم. تک تک ویدیوهای این کانال این شکلیه، ولی این ویدیو به طور خاصتری ارزشمندتر و مهمتره برای شما، مخصوصا اگر تریدرهای مبتدی هستید، اگر تازه کار هستید. به شدت میتونه برای شما مهمتر و ارزشمندتر باشه. امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. هر جا که هستید خوشحال و سلامت باشید.